سلام به همه شما دوستای عزیز. حالا برای صدایی که میان رسخایی میکنم. تقریبا ساعت 11 دو ماشینا خیابونم. ازم به حضور شما که یه آمپلی ما که کاموسونیک رو بودن برای ما که تعمیرش بکنیم. مشکلش چی بود؟ گین حساب و دستکاری کرده بودن و آمپ پروتک کرده بود. خب آمپ رو که ما باز کردیم، توی این حالتی که مشاهده میکنید از بالا بدون مولتیمتر و باز کردن بود چیزی مشخص نیست که خرابی داره یا نه. اما زمانی که ما اومدیم پیچای آمپ رو باز کردیم و بود کشیدیم بیرون، متوجه شدیم که این یک جفت ترانزیستورهای تیپ 35 و تیپ 36 ما دچار سوختگی شده و به اندازه‌ای داغ کرده که پشت اون ترانزیستورها قسمت آهنیش ذوب شده که اینجا من بهتون نشون بدم. حالا دوربینم فوکوسشو یه دستی نمیتونم تنظیم کنم، بذارم اینجا. میبینید که اصلا ذوب شده اون قسمت فلزی پشتش. حالا این تیپ 35 و 36 هم اصل بوده که توی خود آمپلی استفاده شده، جنس خوبی بوده. هر چقدر که این مقدار قسمت سیلیکونی اینجا بزرگتر باشه، نشون دهنده با کیفیت تر بودن اون ترانزیستور یا ماسفت به کار رفته ما. ترانزیستور که یکی با ماسفت بی جی تی و فتامون با کیفیت تر هستش. خب آمپو باز کردیم، این یک جفت ترانزیستور اینجا رو تعویض کردیم براشون و توی قسمت تغذیه هم دوچار مشکل بودیم. این ماسفت های اینجا آیارف Z44 های ما دوچار مشکل شده بود. آیارف Z44 تقریبا 60 آمپر 50 ولته. شما میتونید 60 NSF6 بذارید، 100 NSF6 بذارید، 150 NSF6 بذارید، 200 NSF6 بذارید، 3205 بذارید و یا همون کد آیارف Z44 آیارف Z45. حالا یه چیزی باشه که فقط بالاتر باشه از اون. این ماسفت ها رو ما عوض کردیم. ماسفت هم دوچار سوختگی شده بود. وایسا حالا من اینو بهتر معلومه. این ماسفت هم به علت حجم گرمایی که تحمل کرده بود، قسمت پشتیش که نگاه بکنید ذوب شده. خب برش میگردیم اینجا. خیلی خلاصه حالا این آمپ تعمیر شد و من قبلا فیلم تستش گرفتم. حالا فعلا میخوام بدم مشتری ببره. آمپ خوبیه با کیفیت پیکی که به شما میده تقریبا 40 خورده‌ای بد نیست در کل توی حساب. البته آمپ خوبیه، میتونید ازش استفاده بکنید. فقط روی فشار آوردنش که بهتون گفتم گین و دستکاری بکنید آمپ میسوزه و دیگه کارش هم نمیشه کرد. یه آمپ 5 کانال با کیفیت خوب. توی ثانیه‌های آینده فیلم تست گرفتن سیگنال‌های قسمت تغذیه‌اش هم براتون قرار میدم. ممنون میشم که از ما حمایت کنید، کانال ما دنبال بکنید و لایک کنید ویدیو رو. فعلا